فراموش کن هرچی تا حالا راجع به پلو و تون شنیدی. بیا من بهترین دستور پخت پلوتون رو بهت میدم که با آسان ترین روش پخته میشه و خوشمزه و لذیذ. تون ماهی رو میذاریم 20 دقیقه بجوشه. پیاز خودمون رو ریز میکنیم و تفت میدیم. از اون طرف آب برنج رو هم میذاریم که جوش بیاد. پیاز رو تفت میدیم که سرخ بشه. آبش که کشیده شد، از اون طرف 20 دقیقه پخت زمان تونمون گذشته. روغن تون رو گرفته و به اون اضافه میکنیم. این غذا بدون قطره روغن اضافه درست میشه، فقط با روغن تون پخته میشه. پیازا که تفت داده شدن و طلایی شدن، سیر رو به اون اضافه میکنیم و تفت میدیم. اگر از این آموزش خوشت اومده، خوشحال میشم که این پست رو لایک کنی، کانال ما رو سابسکرایب کنی و زنگوله رو فعال کنی که از آموزش‌های بعدی مطلع بشی. عطر سیر که آزاد شد، به اون تون رو اضافه میکنیم. تون رو خوب مخلوط کرده و با سیر و پیاز خوب تفت میدیم. بعد ادویه ها رو اضافه میکنیم. ادویه ها شامل زنجبیل، دارچین، فلفل سیاه، نمک. خوب تفت میدیم که عطرش آزاد بشه، چون که هم برنج هم ماهی سرد مزاجشون. ما از ادویه هایی که با طبع گرمن استفاده میکنیم برای مصلح بودن این غذا. وسط اون رو باز میکنیم و 1 قاشق و نیم رب اضافه میکنیم. نمیخوایم رنگ برنجمون رو خیلی تغییر بده، برای عطر و طعم رب رو اضافه میکنیم به عنوان چاشنی. خوب که با هم دیگه سرخشون کردیم میذاریم کنار. از اون طرف هم آب برنج که حتما جوش اومده، برنجی که شسته شده رو به اون اضافه میکنیم تا برنجمون رو حاضر کنیم. این غذا 2 پیمانه برنج برای 1 تن ماهیه. برنجمون که پخته شد، 1 لایه برنج میریزیم. برنج رو زیادی فشرده نمی کنیم که مواد لایه لایه میخوایم بذاریم و هم دیگه بچسبن. برنج رو که ریختیم، مواد تون رو وسط برنج قرار میدیم و به دیوارها نمیذاریم که میسوزه. سعی میکنیم همه این مواد به وسط برنج تقسیم بشه. بعد دوباره 1 لایه دیگه برنج روی اون اضافه میکنیم. برای دم کشیدن این غذا، چون که 2 پیمانه برنج و 1 تن ماهی و برای 2 الی 3 نفر پخته میشه این غذا، حدوداً 20 الی نیم ساعت میره که دم بکشه. اصلا در قابلمه رو هم بر ندارید. برنج ما دم کشید. این غذا یه غذای رژیمی هم میتونه باشه، چون با کمترین چربی مضر درست شده. چپش میکنیم و با همچین صحنه‌ای روبرو میشیم. به به، نوش نگاهتون. درست کنید و لذت ببرید.